که از من یک خواهر اسلامی بسیار تعجیلا پرسیدن این است که شخص بمیرد او را زود شستن لازم است یا اینکه فردا روز جنازه شستن لازم است؟ بسیاری از آدمان مرده شب مانده را ناشسته میمانند و فردا میشویند. آیا این درست است؟ فقط پیش از برداشتن او را میشویند. خواهشمندم داملای عزیز به همین سوال من همین روز جواب دهید که من از راه دور آمدم. خواهر عزیز شما عاشق مدرسه محمدی. منم بسیار از همون برادرانی که در محله ها چه ملا هستند چه راهبری عساقال محله هستند خواهشمندم که همین شخص وفات میکند او را همون شب شویند، خوشرو یک در یک ادیال پیچانند، تازه کرده ثانی در بالای تخته خوابانند تا فردا جنازه را. زیرا که همه فتواها دست که پیش از شوشتن در نزد میت قرآن خواندن مکروه است، حتی عالمگیری دم است، خلاصه دم استیم. بنابر خواهش من همین است که مرده ایشها باید طهارتش دیگر نمیشکند. بنابر شبانه بعد از شام او را شویند، خواه مرد است خواه زن، در ادیال پیچانند، کفن ده نپیچانند، در ادیال پیچانند، بالای تخته دمونند. فردا پیش از آن که به جنازگاه میبرند او را خبر گیرن اگر مبادا یگان چیز پیدا شده باشد فقط همون جا را میشویند، خلاص نه طهارت یاد میکنن نه غسل شب، همون تازه میکنن با یک لطه تر ثانی در کفن میپیچانند و به قبر اینه به جنازگاه میبرند. بنابراین این خیلی خطا است که بعضی هم میگفتن که وقتی که ما مرده رو شوییم فردا هم شوشتن ما لازم میاد. نه، این گپ در هیچ کتاب نیست، دوباره شوشتن. بنابراین همین بهترش از شب شویند، ثانی بچه هاش نزد وید قرآن خوانند، نزد وید تحلیل کنند. انشالله او میت خیلی روحش خرسند میشه، از او را هم تو ناشسته ماندن. دیگر اینکه جوانای خوب امروز مرده های بسیاری پدر و مادرها را مردای بیگانه میشوید. این سوال چند جا به من وارد شد، حتی 2 سوال در بین مکتوبای من هم بود است که آیا پدر یا مادر بچه شوشته میتواند یا نه؟ آخر اولا به شوشتن باید پدر و مادر فرزند خودش شوید، باید اکو دادر شوید، باید اگر رفتو خانم مورد او را پدرش است یا اکاش است یا بچه شوید یا وی نباشد شوهر شوید، نه اینکه مرد بیگانه. برای چی از مرده شوشتن جوانای خوب میترسید شما؟ تا کی برای شوشتن مرده هاتان غسال از مسجد ها رفته میبیارید؟ مگر مرده های شما به صاحب است؟ مگر پدری که شما را یک عمر تربیت کرد در آغوشتان گرفت امروز بعد از برآمدن روح وی از جسد برای شما نادرکار شد؟ خداتان شوشتن یاد گیرتان، خداتان مرده ها را در قبر موندن یاد گیره. لااقل پدر و مادرتان همسرتان خداتان در قبر مونه. نگذاره دست آدم بیگانه در جسد پدر شما رسد یا مادر شما رسد. این از آداب فرزندی. بنابر رسول اکرمم غسلوا موتاکم فان معالجه الاجساد الخاویه تذکرة للقلوب. آخه این مرده شوبی واجب است. مرده شمال ندارد، مرده زیان ندارد، دروغ است. این همون انسان است، فقط روح از بدنش برآمده است، خلاص. نگذاره که بیگانه ها شوین و عیب پدرتان کشاده آواز کنند. بنابر هر یک جوان باید ناموس داشته باشد. پدرش خودش در قبر بونه، از قبر نترسید. وای خانه همین ما و شما از خواهی نخواهیم یک روز میکنیم در اونجا. جوانای خوب، بنابر همین نصیحت من همین است که در محفل های در مراسم های مردشویی خیش تبراتون بعضی بچه ها اشتراک کنه که شوشتن یاد گیرید، در قبر موندن یاد گیرید، فقط به بیگانه ها حواله نکنید. خدا همتون نگه دارد و عمری دراز دهد و این خواهر اسلامی که به ما این سوال داده است پروردگار به آن ثواب طالب علمی نصیب گرداند و فرزنداش عمری دراز دهد و همه خواهرای اسلامی ما را پروردگار عفت و حیا نصیب گرداند. آمین یا رب العالمین. از آن